سلام وطندارای مهربان، امیدوارم که خوب و صحتمند و سر حال باشین. من فیاض نجمی بازم در خدمت شما هستم. تشکر از تمام دوستان و وطندارایی که همیشه ما را همکاری کردن، حمایت کردن و برنامه افطاری ما را بیننده بودن. اما قسمی که داری کردیم تیم خالق‌اسکی پروداکشن و بنیاد خیری نجات نسل بشر همیشه در خدمت شما بوده و هر ساله خدا را شکر 20 سال پنجم یا ششم است که ما هم قسم افطاری آماده میکنیم بر دوستان در هر قسمت میرسونیم و یک سپاسگزاری خاص از روی وطندارایی که از اول افطاری تا به عید ما را همراهی کردن و هنوز هم کمک‌هایشان برای ما میرسن و ما دیگه افطاری را آماده میکنیم. خدا ان شاء الله همیشه موفق داشته باشه. بازم سپاس از تمام شما دوستا و وطندارا. از شما در اول برنامه تقاضا به این میکنم که لطف نموده ویدیوهای ما را تأخیر بیننده باشین و چون که ما مسیجی که همراه یوتیوب داشتیم گفتن که بیننده ها کمتر میتونه برنامه شما رو ببینن، کم ببینن. از شما دوستا تقاضا میکنم به خاطر کمک رسانی برای وطندارای ما برنامه ما رو تا پای برنامه بیننده باشین. ان شاء الله هستم در خدمت و حاجی صاحب هم هستن، کاکا غنی هم هستن، دیگه دوستا هم ان شاء الله. حاجی صاحب مانده نباشین. بخیر باشید. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت هستی؟ بخیر. چی دم کردی حاجی صاحب؟ بخیر. با گوشت است دیگه، باشه گلابا جور میکنیم که آماده شود در افطاری. در افطاری آماده شود. چطور میگذره روزهای رمضان؟ والله شکر است الحمدلله. هزار سال که این سال از راحت تر هستیم به خاطر اینکه هوا سرد است نه؟ و روزا دمی روزا مزه میده. بله، یا که هوا سرد است که دیگه سر در اتاق هستیم پوت است. گرم است. از برف و بارش امروز هم باران بود بیرون. همین باران بود. بیرون راه بود جات مارکت ما رفتیم سودا را آوردیم. خدا خیر بده حاجی صاحب که هم قربان دوستایی که کمکارم میکنه با دوستایی که برای جاده از هموطنای ما غریبات با او میرسه بسیار اجر کلام به دست میارن. خیر بنویسید. تشکر. سلامت. برای اینکه همیشه شما ببینید نظریاتتون رو بنویسید که حاجی صاحب چطور برای پخته میکنم چون شما تصویر میبینید حتما حاجی صاحب نه هم نظر نکسی. بله نظریاتشون رو در پای کامنت بنویسید. بسیار خوب است. چی رقم برنج پخته میکنید؟ بله. چند نوع برنج یاد داری حاجی صاحب؟ ما دو نوع بریانی بخوری حساب عربی مرغ الفام یارم یاد داری دیگه. واه خواستان است. واه خواستان هیچ چیز دیگه مرس. ان شاء الله دوستا اگر بتونن کمک همکاری داشته باشن در یک روز چند دیگه میتونید دم بکنید؟ مشکل نیست 10 تا یکی 5 تا نه چه دوستا بخیر ما در خدمت هستیم. بله خیر ببینید. سلامت. تشکر حاجی صاحب. بخیر باشید. طرفای دیگر باز بخیر ما خودت میبینیم که چه رقم پخته میشه. صحیح ان شاء الله کمک ضرورت دارید. دوستا را میگیم که ما را تا آخر رمضان ما را تنها نگذارن ان شاء الله. کمک همکاریشون باشه که دوستا بسیار غریب بیچاره شده مردم با این ماه مبارک رمضان یک لقمه نان پارسال که برای یعنی لازم است خود زحمت کشیده رئیس دیگر تیم ما زحمت کشیده رئیس اما یک تعداد که امروز در بیرون هستن به ناخودآگاه اینمی نان برشان میرسن یعنی مهمان خداوند میشن. بله بله. همه گیر خیر بده. تشکر از خودت موجود باش که نیستم دیم که اگر دار بخوریم پیاده‌روی کردیم. این سمت یک تیم دیگه است که زحمت میکشه همه روزا اما از صدق دل و نیت پاک و صاف کمک میکنم. این مرد بزرگوار که واقعا من خیلی دوستش دارم زحمت میکشه تلاش میکنه و توی که یک افطاری مزه‌دار برای کی آماده کنین کاکا غنی؟ اول خود سلام به دوستایی که مرا همکنون میبینن و تشکری خاص میکنم از دوستایی که اما ساله اینا تو کمک میکنه و همون نیازمندایی که در سرک هستن زن، مرد، تشتک، پیر، جوان تفلکای بسیار که هیچ راه گشته نمیتونه. خیلی آدم جگرخون میشه واقعیت کمی میره آدم بسیار مایوس میشه و این که پارسال میتیمش که دلبایش خنده ما بیخیم افطاری آدم ها میره میگیم برو خوب شد که ما تانستیم امروز هم 200 پارسال 300 پارسال دمیاد توزیع کردیم دیگه ما آمادگی زیرا میگیریم که آجی گرفتیم روز بخیر دیگه امروز کیله بسیار البته کیله سره بگوییم که گفت تو صدام میکنه که این کیله سره در بول که بیری در مارکت کیله سره است. این خرما بسیار خرمای مزه‌دار و بسیار اموسیادله که عوض آدم میه که بخوره دیگه
جوس هست که میبینی بسایش اینجا تیار است. ما دیگه زمین 7 بجه یا 8 بجه حاجی صاحب که میره مارکت و باز چیزا رو میرم. من اینجا دیگه تنظیم میکنم و دیگر هم دیگه دوستا دیگه تیم است که میاد که تمام کاری میکنه. از اونها هم تشکر. یک چیز دیگه بعض دوستا بر ما مسیج کرده بودن که شما عرفات چرا میخواین؟ کوکو غنی یک طفل مهربانی هست که او رو گذشته از او که پدرش معرفی کرده و چی میکنن و چی نمیکنن گذشته از او. همین که وقت افطار اینجا می امروز ما یک کمک میکنه و طرف دیگر یک 5 پارسال نان طرف خانه خود میبره فقط به خاطر نیمی از دوستا که ما بتونیم در این ماه مبارک رمضان حداقل با خودش با خانواده‌اش همکاری داشته باشیم. به او اساس عرفات سر ما میان و خدای نخواسته کدام مقصد و مراد نیست که بعض دوستان نگن که باز شما عرفات خواستین و باز از اون میخواین برنامه جور بکنین دیگه. فقط هم وقت افطاری امروز ما میان کمک میکنن امر رقم ما به شکل مجانی ما نه کدام امتیازی بر اونها میدیم و نه کدام امتیاز، فقط به خاطر از اینکه در ما وقت افطار یک 5 پارسال 6 پارسال نان بتونن ببرن امروز خانواده خود نوشیدن. و یک چیز دیگه دوستان می چند سال که عرفات نمیشه میای یک قسم کتماس هم میاد گرفته یک امید تو یک طفل است یک امید وری میگه چطور من نرفتم امروز هم پدرش قسم میکنه باز وقت میگه تو نزدیک میشه در 4 بجه چندین دفعه میگه پرسان میکنه ساعت چند است یعنی چی قاید میریم این یک امید میکنه. اینا نمیشه که یک طفل امید کنه و اینجا خوش باشه و در این چیزا یک ذره کمک کنه دست بزنه. اونموش برای ما خیلی مزه‌دار است. به مو خاطری میگه خودش میایه و ما خوش میشیم. ما رو فراموش نکنیم ان شاء الله. اما قسم کوکو غنی گفتن کارهای ما امروز زیادتر است و ما بتونیم بخیر ان شاء الله این کمک ها رو برسونیم بر دوستا و وطندارا کسایی که در روی جاده ها هستن. ان شاء الله اگر دیگاه ما زیادتر شود ما میتونیم پشت خانه وطندارای ما بریم. شاید بعضیا به خاطر عزت و آبروی خود نبرایند بیرون. اما بتونیم بر اونها هم در پشت خانهشون ببرسیم. این به زمان امکان داره که ما بتونیم دیگاه ما زیاد شود و افتخار تیم ما این است که ما هنرمندان خوب در کنار خود داشتیم و همچنان چهره‌های سرشناس در کنار خود داشتیم و وطندارای مهربان هم در کنار خود داشتیم. هنرمندای خوب سلما جهانی، خانم پرستو مهریار و همچنان خانواده زلان که انشالله شب 21 و 27 مد نظر گرفتن. پیش از پیش دیگاهشان افطاریشان آماده است. خانواده زلان مرحوم جلیل زلان و که به نمایندگی پسر اخرشان محمود زلان و همچنان خانوادهشان که گفتن امروز همین چند روز پیش نماز گرفتن که شب 21 و 27 برای ما اختصاص بده. یعنی اسپانسر شده که ان شاء الله شب 21 و 27 از اونها شما دوستا هم میتونید همین لحظه تماس بگیرین و شبای رمضان هر شب را که خواسته باشین ان شاء الله میتونید دیگه افطاریتون رو آماده بکنید. هرچند هر شب ثواب داره به خاطر اینکه هر شام که وقتی که روی جاده ها میبینید چقدر نفر است. گپای ما زیاد نشه ما دنبال بکنید ما را ان شاء الله برنامه ما ادامه داره. هستیم داخل. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و به هر سلام خدمت تمام شما وطندارای مهربان هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین. روزه و نمازتان به درگاه خداوند متعال قبول و مقبول باد. شما همیشه به یاد ما هستین در وقت افطار، وقت سحری و همیشه وقت نماز دعایتون میکنیم. در هر کجایی که هستین وطندارای مهربان ما در هر گوشه‌ای که هستن ان شاء الله خوب و صحتمند و سرحال باشن. بازم برنامه افطاری و ان شاء الله دیگه ما آماده هست. اما قسمی که دیدین ما و کوکو غنی از صبح وقت که شروع کرده بودن و ما آمدم یک امروزشون صحبتایی داشتیم. دیگه افطاری آماده شده. کوکو غنی خسته نباشید. سلامت باشید. تشکر. سلام علیکم. و تو مثلا دول داشتیم. سلام مرام پذیرای دوستانی که ما را بیننده هستند. امروز این دیگ خیرات یا این دیگ نظر که میبینی یا دیگ افطاری را از طرف خالد جان سیدوانی است که امساله به خاطر پدر و یک برادرک خود امساله به یاد بود از و یک خیرات میکنه. دیگه خداوند نزدش قبول کنه و خداوند از برکت دیگ سخی این مریضایی که در بستر هستند مریض هستند خداوند وارا از برکت ماه روزی مبارک شفای کامل عاجل بده و کسایی که اولاد نداره خواست اولاد داره خداوند مهربانی کنه از برکت ما وارا صاحب اولاد سالم و نیکو بسازه و کسایی که خواهشات داره خانه نداره
و کدام خواهش داره که با چوکات اسلام برابر باشه. خداوند دعای دوار قبول کنه. قصددارا را خداوند از قرض خلاص کنه که دیندار نرن، از برکت ما و از برکت ماه مبارک رمضان. و در مجموع کسایی که هر خواست مشروع داره خداوند قبول مقبول کنه. الهی امین. با برکت ماه مبارک رمضان و این دیگه افطاری خداوند ان شاء الله فقر و بیچارگی را از وطن ما دور بسازه. ما دعا میکنیم که روز نیاز نباشه، ما نان بر بیرون ببریم. دعا میکنیم کس نگیره. دعا میکنیم که در هر خانه وطندارای ما دیگشان هم تو گرم و روغنی و مزه‌دار باشه که ان شاء الله همراه خانواده و اولادایشان بخوره. الهی امین. امین. هم قسم کوکوغانی یادآوری کردن که همه ساله از طرف خالد سیغانی و بنیانگذار خالد اسکی پروداکشن و بنیاد خیری نجات نسل بشر که یک دیگه افطاری امشب هم گفتن آماده گرفتن این دمری ما هستن که مصارفش روان کرده بودن به مبلغ 300 پارساله و همچنان شب 27 هم گفتن ان شاء الله یک دیگه هم از طرف ما بگیریم. بله وعده کردن و ما شب 27 فعلا 2 دیگ داریم. اگر دوستا هم میخواین در شب 27 دیگ بگیرن، همین لازم در جریان ماه مبارک رمضان و شب 27 هم میتونن دیگ آماده بکنن که ان شاء الله ما بتونیم برای وطندارای ما در هر کجایی که هستن برسونن. نگفتنمونه که صدقه فطر روزیشون هم بودن که روان کردن و همچنان ختم خیراتشون خدا قبول داشته باشه. الهی و آجی آشپز ما رفته و طرف نمیفهمم کی رو صدا داره. به هر صورت دیگ آماده است، امروز داشته باشین ان شاء الله پارسال میکنیم به دوستا وطندارا میبریم. وطندارای عزیز بازم صفا ستایید هم همراهی میکنین. حالا وقت پارسال کردن است، همین دیگه جنجال نداره. وقت پارسال کردن باید تمام چیز منظم بندازیم که کم نباشه و منظم باید باشه. همون قسم یک دانه کیله، 2 دانه خرما همراه 1 توت نان خشک و همچنان قابلی همراه پلو و جوسش هم کوکوغنی میزنه. قبول بدر ور خداوند. السلام علیکم. السلام علیکم. باش بچه من زمین بگیره. السلام علیکم. باش صبر یک بیری بار نکنه میرسه. والله صبر صبر عملی صبر کردن. صبر کردن. بنوبت میرسه بس. نه پس یک تا بگیریم بریم بخیر. یک تا امری نیست رو. ندار. بنوبت یک تا بگیریم میرسه بس. خیر ببینی. چیکار باز؟ بخیر هستی؟ صحتمند هستی؟ قراری است؟ چطور بود امروز کارا؟ والله یگانه والله دیگه کنم میتونه همین رو بده صبر برام دیدم جون مامای واسطه میتونه اکو بدم دور ما السلام علیکم تست آیستا من بعد میرم سلو السلام علیکم بدر خوبه سلو بابا سلو یک میشه صبر سلو ماما
مامورم میتونم تو دیگه میتونم مامورم میتونم این خیلی ببینید اینا به صبر میره بگیرم بابا چی میاد نه میرا صبر میرا السلام علیکم از دیگه بالا خوب هستی بابا جان دیگه بالا صبر قول مقال نمیرسه السلام علیکم خوب هستی ان شاء الله پدر جان من دستی رمضان بخیر میگذره شکر خانه چند نفر هستید چیزی گرفتی نگرفتی افطار هیچ چیز نگرفتی ولی نزدیکای افطار هست چی میشه این را میگه پدر جان بخیر باشید برو بخیر برید ان شاء الله در دشت برشی کاروبار هست نیست السلام علیکم این پدر جان میگه